دادستانی ولایت مختار کوهستان بدخشان برکنار شده است. برق تاجیک نمیداند لیمیت تا کی ادامه میکند. ترکیه دستی کم 98 نفر را با گمان غارت و دزدی بناهای از زمین لرزه آسیب دیده بازداشت کرده است. دادستانی ولایت مختار کوهستان بدخشان پرویز عارفزاده از مقامش برکنار شده است. در این باره قبلا پامیر دیلی نیوز خبر داده بود و حالا رادیو آزادی نیز با استناد به دو منبعش آن را تصدیق کرده است. حکومت تاجیکستان و دادستانی کل کشور در این باره تا حال هیچ اطلاعی ندادند. گفته می شود علیه عارفزاده تحقیقات جنایی راه اندازی شده است. و گفته منابع رادیو وقتای آخر پرویز عارفزاده زیاد می نوشید و در حالت مستی کارمندان میلیسا را تحقیر کرده است. تحقیر کارمندان میلیسا ثبت شده و دستگاه اجرایی رئیس جمهور فرستاده شده است. این حالت را رسما نه وزارت کارهای داخلی و نه دادستانی شرح ندادند. گفته می شود پرویز عارفزاده رسما روز 9 فوریه برکنار شده است. پرویز عارفزاده 5 سال پیش دادستانی ولایت مختار کوهستان بدخشان تعیین شده بود. نام او بیشتر به اظهارات‌های رسمیش در تلویزیون بدخشان در رابطه به حادثه‌های سال گذشته رسانه‌ای شده بود. او در چند اظهارات ویدیویی از طریق تیوی بدخشان اعتراضگران را در شهر خاروق و روشان به دست داشتن در جنایت‌های سنگین متهم کرده بود. ماه نوامبر سال 2021 هنگام عملیات مقامات انتظامی گلبدین زیابکوف ساکن ناحیه رشقلعه که در تحقیر کردن یک کارمند دادستانی گمان بر میشد کشته شد. مرگ او خشم ساکنان را به بار آورد و آخر ماه نوامبر 4 روز در خاروق اعتراض کردند. ماه می سال 2022 ساکنان در خاروق و روشان با طلب دوباره بررسی کردن این پرونده اعتراض کردند ولی سرکوب شدند. 10 نفر کشته و 10 دیگر بازداشت شدند. مقامات گفتند گروه های جنایی را بی‌ضرر کردند ولی فعالان جامعه میگویند ساکنان عادی ناراضی کشته شدند. پرویز عارفزاده همچون دادستانی ولایت مختار کوهستان بدخشان در سرگهی تحقیق این پرونده ها قرار داشت. رهبر شرکت برق تاجیک میگوید دقیق نمیداند که محدودیت در دادن برق به ساکنان منطقه های کشور تا کی دوام میکند. این در حالی است که بی‌برقی در هفته های اخیر باعث نگرانی ساکنان شده است. محمد عمر اساس‌زاده رئیس شرکت برق تاجیک روز 13 فوریه ضمن نشست خبری در دوشنبه گفت این مسئله به وضع آب و هوا و حجم باران و ذخیره شدن آب بستگی دارد. به تاکید رئیس شرکت برق تاجیک با توجه به این فعلا دقیقاً گفتن نمیتواند که لیمیت برق رسانی کی از بین برداشته می شود. وی در پاسخ به این پرسش که چرا پس از اعلان بیکار کردن لیمیت دیر نگذشته محدودیت جاری شد گفت در ینوری سال جاری وابسته به سردی‌های بی‌نهایت زیاد دستور داده شد که برق به طور شبانه روزی به اهالی مملکت تامین کرده شود. چون البته سردی بی‌نهایت زیاد بود در این روزهای سردی مردم با برق تامین کرده شد اما وابسته به آن که هوا سرد بود استفاده بری برق در داخل کشور بی‌نهایت بالا رفت. رئیس برق تاجیک افزود که با بهتر گردیدن ریزش آب نارسایی که از حساب استفاده از حد زیاد به میان آمد روی پوش کرده می شود و مردم به پورگی با برق تامین می گردند. اظهارات رئیس برق تاجیک در حالی است که این شب و روز شکایت ها از محدودیت برق بیشتر شده ساکنان می پرسند که وضع تا کی دوام می کند. شرکت برق تاجیک 10 ساله ها از تولید تا انتقال و تقسیم و فروش نیروی برق را در کشور پور به اختیار دارد اما نارسایی نیروی برق را هیچ وقت برطرف کرده نتوانست. ترکیه دستی کم 98 گمانبر را با گمان غارت و دزدی بناهای از زمین لرزه آسیب دیده بازداشت کرده است. خبرگزاری انادولو با استناد از منابع امنیتی نوشته است که یک غارتگر $11,000 $70,000 لیره ترکی 20 تلفن موبیلی 8 نوتبوک 5 اسباب روزگار 6 تپانچه و 3 جواهرات و کارت های بانکی متعلق به افراد گوناگون را دزدیده است. 2 گمانبری دیگر که خود را کارمندان امدادرسانی معرفی می‌کردند پس از کوشش دزدیدن 6 ماشین حامل مواد غذایی برای آسیب دیدگان زمین لرزه در ولایت حتای بازداشت شدند. علاوه گروه‌های امنیتی در ناحیه بیکاز استانبول 6 گمانبر را با اتهام تقلب تلفنی با یک قربانی زمین لرزه در جنوب غازیانتپ
боздошт карданд. гумонбаршудагон ба ҷабрдида ки Недим Акарсу ном дорад занг зада худро корманди иртиботот муаррифӣ карда гуфтанд ки пас аз пешниҳоди тафсилоти бонкии шахсияш онҳо метавонанд кӯмак кунад. Акарсу пас аз фаҳмидани он ки пул аз суратҳисоби бонкии ӯ ба суратҳисоби дигар гузаронида шудааст, пулисро огоҳ кардааст. кормандони пулис ҳамчунин аз ин 6 боздоштшуда 2 ноутбук, теъдоди зиёди телефонҳои ҳамроҳ, 1 тапончаи сабт нашуда мусодира карданд. дар навоҳии мухталиф алайҳи ҳамаи боздоштшудаҳо парвандаҳои ҷиноӣ боз шудааст.